میخوای بدونی توی فروشگاهت کدوم قسمت برای مشتریات جذاب تره؟ این نقاط قرمز رنگی که میبینی بیشترین تجمع مردم در طول روزه. این غرفه مخصوص پیراهنه. پس اینجوری متوجه میشیم که توی فروشگاه شما پیراهن بیشترین طرفدار رو داره. این دوربینی که اینجا نصب شده مجهز به هیت مپه. یه آپشنی که تراکم جمعیت رو میسنجه و یه نقشه حرارتی به شما میده. با استفاده از این آپشن شما میتونید متوجه بشین که بیشترین تراکم در طول روز توی کدوم قسمته. این دوربین ها میتونن تجمعات رو شناسایی کنن و برای پیشگیری از مشکلات امنیتی مناسبن. دوربین هایی که هیت مپ دارن مزایا و کاربردهای دیگه‌ای هم دارن. بهتون کمک میکنه متوجه بشین مردم بیشتر کجاها میرن و کدوم قسمت‌های فروشگاه کمتر بهش توجه میشه. اینجوری میتونید توی چیدمان فروشگاه دقت بیشتری داشته باشین تا بتونین بازدهی محیط رو بالا ببرین. این روند باعث میشه فروشتون بیشتر بشه و محصولات کم فروشتر رو در قسمت‌های شلوغ‌تر قرار بدین و در نهایت برای بالا بردن امنیت مکان مورد نظرتون هم شدیداً این دوربین‌ها پیشنهاد میشه.